زنگ دیگر هم اشنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. اکا چه خیلی سوزید. تشکر، بفرمایید. اکا امی مسئله امی موضوع شما خطی یک دو گپ دارم. بفرمایید. ما خودم ای بدخشانم روسی گپ این امی وزیری که بود MVD بود چی بود گویا بله چی ای کو رمضان ای که ای بله مسئله امی گفاش خطی میگوید که ما مقصد موضوع بدخشان رو گپ میزنم. گفتن که چی امی مردم خودش خواست که امی بلاک پوست ها هستن کو بله میگه مردم خودش خواست که همین را بمونن مقصد خودشون برای حفظ امنیت نه ای کو من نمیدونم اکا هیچ خیل این همی خیل دروغ گفتم نگله خیلی که میگوید که روز نگله سو همی خیل دروغ گفتن ایو ای که جا میدونن که لیکن مردم بیزور همی ای که نمی خوروخ اکا خوروخ یک 5 کیلومتر شهر ای 5 کیلومتر راه داره. بله گوش کرده استی مرا بله بله صدا آوازم آمده است. بله صدا پنج بفرمایید. کیلومتر 5 کیلومتر راه ده این تصور که در طول 5 کیلومتر 4 تا بلاک پوست ہے 4 تا هموجه ده امان پامان همه چیش همه واراجون استودگی هن مقصد مردم بیچاره کودک مکتب میرن کو کودک ای مکتب میاد چی میکند کو هراس ده همه نمی هیجان ده که همی قدر سلدت و ملدت و براجون برای همون چی بده شناندگی هن ای امی چی امی وزیر با میگوید که مردم نگله دروغ میگوید که ما راستی گپ میبخشید ما نمیدونیم چی کار کنیم با قطیات میگوید که مردم مقصد خودشون دروغ یکا مردم بیزار امی چی های ما پرست نمیدونیم چی کار کنیم با چی کار کنیم ما بیزار جان شدگیم. الو برادر کو از بدخشان قصه کن. در بدخشان در این شب روز چی خبر و مردم در کدام حالت قرار دارند؟ ما فهمیدیم که نظامیای گروپی مخصوصی الفا که دارند به بدخشان رفتن. آیا واقعیت داره و مردم در کدام حالت قرار دارند؟ مسئله خب محمد باقر چی در کجا رسید؟ مردم چی میگه؟ برادر در بدخشان همی خیلی مسئله ای که مردم بیچاره شب و روز خواب ندارد. شب و روز این همیجا بیداره. شب و روز بیداره که مقصد یگان کس یک خواب نداره چشم نمی پوشه. ای الف مالف ای دفنا ایجا ده ای دروغ که ای دوشنبه آمد او دفنا هم ایجا دهن اینا ماهی نویابر اینا همیجا ده ایستادگی هم. در بدخشان حاضر وضعیت همی خیلی ای که مقصد نپریجان های مردم انتظار های که کی نمید سگا کو کی چی میکنند و لیکن تیار های مردم همه طرفه تیار های مقاومتشون دادن نمی خیلی گفتنی هم که همه طرفه تیار های که ما جان مونه میتیم منام علاقه کو نمی جان مونه میتیم لیکن کو ناموس مونه و نمیتیم اکا بله. با خدا قسم کو در مسئله بدخشان المریدین که از روسیه را برده شدن صحبت های آخری وزیر و دادستان گوش کردیم. مردم بدخشان در این باره چی فکر دارند؟ یعنی میگذارن که همون خیلی با چند سال دیگه زندان شو برنامه خلاص است یا کدام نقشه و کدام برنامه و مردم بدخشان راستی گفت که ای درون مردم ده اینا میخیلی پروکات کردگی هن که ایشا میگیرن بازوری انترویو میگیرن اگرجات میکنن ای اکا گوش کو اینا یک مادره گرفتگی هن اینا می اداره امنیت بودگی هن او را بازور پراتیف همی چیا که میتین کردن مردم بله پراتیف همی او گفتن که سخنی نمیخیلی کاغذ نوشتگی های پشت کامera کاغذ نوشتگی مقصد وجود نوشتگی که گردهمایی غیر قانونی بود. این همی سه گپ یا این همی سه گپ میگویی یا میگویی کسانی که گردهمایی در اشتراک کردن اینا غیر قانونی همه چی غیر قانونی بود. نه امیرا بزور مجبور کرده ایستن کارکنای امنیت و یک مادر بردگی ما پروسته یک
یک حادثه نقل میکنم بردگیان که گفتن که مقصد امی خیلی گپا زن این مادر گفته که من نمیزنم گپا را معلمه گفتگیان اوده که مقصد ای کارت سر میکنیم گفته مایلی امو 500 شما سوم شما اومده در کار نیست گفتم خیلی 500 سوم در کار نیست گفت ما ای کار میرم گفتگیان که فرزندت این فلانی فلانی 14 خدمت میکنه یار اخش میشنونیم 18 سالش محکم میکنیم اگه سخن نمیکنی در کامیرا اینا میخیلی گپ چپا یکا اینا میخیلی گپ چپا ایجاده قضیه گلبدین خب کسی که به شهادت رسوندن به کجا رسید مردم در این باره چی مادر گلبدین در این باره چی میگه دیگر معلومات دارین من زبسی آخرام زبسی برادرش گوش کردم که بسیار نقطه ها را در اینجا ذکر کرد که نفر بیگناه چگونه بردن حتی زنده داخل ماشین کردن در داخل ماشین کشتنش یعنی هم از پاش پراندن همه چی طوری های همه چی اکا این همی برادر میگوید که همی همه چیش طوری های مقصد که نمو بالای ویدیو هست که بالای مست او را پراندین تیرش دادگین 7 تیرش خولی کردگین نه برادر خودت تصور که 7 تیر بو کنترل نش در ماشین او را زدگی هم بو بلنیچه نبردگی هم این همش دروغ های پشت بلنیچه مرگ دارن موسیقی اونجا همونجا در پرتافتگی گرفتگی هم خدا ای گپا کو ای همش دوری نیستن پشت بلنیچه نمی مرگ های اوجا در موسیقی این هم اوجا در نخو که اوندم همی خیل بیناموس مسلمان همی خیل بیناموس میشن آدم کشته بو میرد می پرتاید میره واقعا با خدا درد است هر کسی که یک کم انسان است یک کم ترک اگر حسی جوانمردی و لااقل شیر انسان شیر مسلمان خود است درک میکنه که مرگ گلبدین یعنی که یک حادثه بود که جامعه را باید تکان میداد مرگ گلبدین باید هزارها نفر در میدان میبرد که یک نفر بیگناه میبرند اول میپرونند بعد داخل ماشین میبرند در ماشین میکشنش و میبرند در یک موسر میپرند در یک مرگ در یک خفای بیمارخانه میپرند این یک جنایت سنگینی است که نباید میلادی را ببخشد با خدا قسم این اکنو کو اکا اوزی کو این همی 5000 زیاده 5000 نفر وجد جمع شد زیاده 5000 نفر وجد جمع شد من خودم هم وجد بودگیم ایجاد اشتراک کردم همی 5000 مردم ده همش با فکر حکومت همی 5000 مردم جنایتکاره در پیش ما این همی شهید دیگری تو چای کو 6 متر ایما استر رو را پروندن ناگل این همی کارکن امنیت همی امان تای چی های همو داخل حکومت برآمدگی های نپرژین سن مردم کردگی نپرژین پرونده است یکا همی خیلی حادثه را کو ما خودم میبخشید معذرت میخوریم با اخویت کردگیم به نام الله قسم این ناگل کو پیش مردم این همی کدام قانون دا کجا دا نوشتگی با خود دموکرات حزب دموکراتی میگوین چی میگوین کدام چی خیلی قانون دموکرات دا ایجاد نوشتگی که سن مردم نپرژین تیر پرانه ناگل سن مردم واقعا برادر این چیز دیگر رسانه ها تصدیق کردن و این چیز ما نوارها را دیدیم که در اینجا یک نفر کشتن با مرگ خب طبیعی نمرده است و اگر مقاومت هم کرده است 1 تیر 2 تیر بالاخره ولی زنده وقتی یک نفر دستگیر میکرد چطوری که خطا نکنم کی بود یک نفر علی بیدکی را عین شکل زنده خبیده بودن نوارش بود و بردن در داخل ماشین کشتن گفتن مقاومت کرد در اونجا خب پرونده شد و گلبدین هم عین همین شکل بود بردنش زنده دستگیرش کردن نوارش هست که زنده دستگیرش کردن بردن داخل ماشین شاید کدام شوبای پلیس در جای دیگه کشتنش جسدش بردن پرت افتن هیچ یک مسئول جواب نداد رئیس بله این همی اوزیر کو همی با فکر ما این همی نیمی بدخشان فروختنیان همی محمد باقر ایکو کماندیر محمد باقر ایکو بله. این مرده که به نهایت حق دوست و حقگیر های ایکو میگوین که همی خیلی جنایتکار ای همش دروغ های بنامه علاقه هستن همه ای بیچاره دستگیری میکند که این مرده نه یگون چی ده
نه بیزنسش این نرکه بیزنس ده چیه کوشای نه ای سوده او سوده ای پراست طرفدار خلقه یک ای خلق لوگو خیلی طرفداری میکنه گام میزنه سونی و پراست نگلی گام میزنن یودا ای معقول نیست پراست یودا کو یودا نمیفورد که کمشون بزید اونو بخیزد یورا مردم گوش کرده است مردم پشتیبانیش کرده است نه برای همی ای سونش میکنن او سونش میکنن کروش ای کمیره لاتو کوب زد کم معلم ایو چی ایو چوپلوس ای کروش اورا یگون چیش نکرده یگون دستش نخیزونده با همون معلم دست نخیزونده با همون معلم که او گفته است من نمیدونم که چه خیلی همیو چه خیلی آدم که نگله دروغ میگن آدم تهمت کردن یعنی بله یعنی که برای همی سخنان نکرده استیم که یعنی همی کارکن حکومت باشد پلوبامو گوش کرده است همی فیره بله انشاءالله سخنان من برسم به همو این همی چوپلوس ها که چوپلوس های کارکن حکومت های کامی باشد که یعنی صدای مرا بشنید که خداوند شما را میزند به نام الله قسم ای خدا بترسید یعنی که همش تهمت ها دروغ نکه اینا با یک گپ دیگر ای که امور رمز این که وزیر گفته که 300 چند سیلو را جمع کرده 300 چند 361 سیلو اگه 361 سیلو همی بدخشان بود ما می خیلی آرام شتگی بودیم ما می 361 سیلو خطی که میدونی چه کار کردن امورهای بر دروغ بود امورهایی که ساخته بود بله زنده باشی برادر تشکر زیاد الو سلامت باشی بله برادر تشکر زیاد برادر و از تمام برادرای بدخشانی برادرایی که در بدخشان هستید من خواهش میکنم در این شب روز شما فعال باشین هر پیغام و جنگ اطلاعاتی است و فضا اطلاعات خیلی رول مهمی بازه در این شب روز در این ساعت هایی که ما و شما قرار داریم واقعا حادثه و واقعیت در بدخشان مشکلات های بزرگی است و من در این هیچ شکی ندارم که حکومت رحمانوف بار دیگر در اون منطقه خون میخواهد من در این شکی ندارم و ما و شما میتوانیم که در این شب و روز سیر راه این بدبختی را بگیریم هر عمل جنایتی هر عمل احمقی هر عمل تجاوز هر عادی ترین پرووکاسیون که در بدخشان میشود نوار بگیرین عکس بگیرین آگاهی بکنین مردم برسونین مردم ونج درواز من از شما خواهش میکنم شما یک منطقه را برای خودتون دشمن نتراشین مردمی که در خاروق زندگی میکنن اونها دشمن نیستن اونها هم شهروند تاجیکستانند بس کنین این همه نوارهاتون و این همه بدبختی که شما میکنین حکومت میخواد توسط شما این دفعه جنگ بدوزه حکومت رحمانوف میخواد شما را استفاده بره و مردم بدخشان بار دیگر بکشه برای چی برای که هر منطقه ده که صدا بلند کرد تونس موفق شد کشت ولی در بدخشان هیچگاه موفق نشد هر گاهی که بالای مردم بدخشان سلاح دراز کرد مردم آگاه شد مردم بیدار شد گرچند فرزندش از دست داد ولی صدا بلند کرد گپ زد آیا برابر مادری گلبدین کدام مادر برآمد قیام کرد گپ زد مردانه تابوت فرزندش گرفت گفت هر کسی قاتل است جواب بده هر کسی که فرزندی مرا کشته است تابوت در دستش 3 شب و 3 روز میره در میدان میسته میگه هر کسی قاتل است در مرگ فرزندی من باید جواب بده آیا در دیگه منطقه ما چیز دیدیم عمر وحدتی را کشتن کسی گپ زد حتی عزیزاشون برو اومدن گفتن قضیه را سیاسی نکنید فرزندشون نکشتن گفتن سیاسی کار نگیرین گروه های سیاسی با مرگ فرزندی ما کار نگیرین در کلاب کشتن در غرب کشتن در هر گوشه و کنار تاجیکستان کشتن زندانی ها را چقدر کشتن گفتن کار نگیری هر حزب هر حرکت هر سازمانی که در داخل تاجیکستان بود کار میکرد فعالیت میکرد دهن پوشیدن خاموش بودن گپ نزدن منفعت شخصی منفعت گروهی منفعت حزبی منفعت نمیدونم حکومتی و رتبه هاشون خاموش بودن گپ نزدن ولی این دفعه باز هم میگم در بدخشان واقعا مصیبت های بزرگ میخوان بیارن و میخوان که توسط این راه باز هم یک چند لیدرهای موفقی که دارن از جمله محمد باقر که واقعا مردم میشناسنش مردم بدخشان وقتی ما صحبت میکنیم یعنی که یک بالاش احترام دارن میخوان او را از بین ببرن و آیسته آیسته مردم بدخشان هم یک غلام بکنن و هر گاهی که میخوان استفاده برن قتل کنن و دیگر میتونن زمین ها را فروشن میتونن تجاوز کنن
дигар мардум садо баланд накунад. Он лидерҳо, он роҳбарҳои он минтақаҳо ҳастанд ки инҳоро намегузорад даст ба таҷовуз бизананд. хоб дӯстои азиз, боз ҳам дар охир мегӯям бародарои Бадахшон, шумо фаъол бошед.